بچه بازی یا پدیده شرم‌آور اجتماعی. یک پژوهش کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که گلیم بچه بازی در سرتاسر افغانستان پهن و گسترده شده است. در این گزارش بچه بازی بردهداری جنسی در سده 21 شناخته شده است. اینا از تمام آزادی هایشان، از گشت و گذار، از آزادی زندگی، ازدواج، تعلیم، صحت، از همه محروم هستند و به عنوان یک برده فقط تابع اونمو بچه باز هستند. نبود تعریف جرمی برای بچه بازی یکی از علتهای بزرگ گسترش این پدیده دانسته می شود. در قوانین افغانستان بچه بازی تاکنون تعریف نشده است و نیز کیفر آن روشن نیست. از همین رو کمیسیون مستقل حقوق بشر از رئیس جمهور می خواهد که برای ممنوع ساختن بچه بازی و کیفردهی